کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. آنچنان بود که پروردگارت تو را از خانه‌ات به حق بیرون آورد، حال آنکه گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند. مسلم کسی است که خدا رو قبول داره. مسلم کسی که امام زمان قبول دارد مؤمن است. کسی که امام زمان قبول ندارد چیه؟ مسلم است. بدونید فتنه های آخر الزمان جوری است که مؤمنین هم به اشتباه میفتن. یعنی طرف امام زمانش قبول داره. ندیدی تو هم مملکت خودمون کلی صورتی داریم، مذهبی صورتی داریم، رنگای دیگه هم هست، بارها هم قهوه‌ای میشن اینا آخره. خب این میگه اینا هم قاطی میکنن لکارهون، چرا حد دارن، چه کاریه؟ یا برعکسش یه سری افراطیایی داریم که از پاپ کاتولیک ترن. این دوتا گروه نابود کردن دیگه. همیشه عقل اون حد درست رو بتونی پیدا کنی دیگه. یا حد درستش کجاست؟ عقل. تعیین این نیازمند تقواست، تعیین این نیازمند بصیرت. اساساً کسی که تقوا نداشته باشه امکان نداره به بصیرت برسه. یعنی خدا درهای رو قلب او میبنده، رو ادراک او میبنده، اصلا نمیفهمه، نمیتونه درست تشخیص بده.